ادامه بخش چهره‌های ماندگار. باباجان غفورов. باباجان غفورов عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی. قسم یکم. فرزند فرزانه ملت. انتشار یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک گسترش یافت. واقعاً یکی از دستاوردهای پرارزش عالم که او را ابداً در ردیف علامه‌های بزرگ ملت جای داد، شاه اثر بی‌زوال او تاجیکان میباشد که سال 1972 در مسکو به تب رسید. تاجیکان با زبان‌های ژاپنی و پولیگی ترجمه و نشر شد. همچنین در افغانستان و ایران به تب رسید. این اثر از طرف معروفترین متخصصان تمدن خلق‌های شرق از جمله آسیای مرکزی اعتراف شد و به طور سزاوار ارزیابی گردید. کتاب تاجیکان برای بالاروی خودشناسی و خودآگاهی ملی خلق ما در حقیقت تکان جدی گردید. محض از همین خاطر به باباجان غفورov عنوان عالی وطن قهرمان تاجیکستان داده شد. تاجیکان واقعا شناسنامه ملت است. این شاه اثر بی‌زوال که ثمره مهنت 30 ساله عالم است، از جمله تحقیقات بنیادی و فراگیرنده تاریخ خلق‌های آسیای مرکزی به شمار می رود. این اثر بر حق کتاب روی میزی هر یک فرد صاحب معرفت تاجیک می باشد و برای خودآگاهی ملی و رشد تفکر تاریخی مردم ما چون آب و هوا ضرور است. اگر ما از راه طی کرده پر از شیب و فراز ملت خود آگاهی نسبتاً پررا می داشتیم و از خطاهای صادر نموده نیاگانمان سبق می گرفتیم، شاید طوفان آفتبار جنگ شهروندی که ما با آن دوچار آمدیم چنین رنگ فاجعه‌ای نمی گرفت. بیشک یک سرچشمه خودشناسی ملی محض آشنایی با گذشته پر افتخار و میراث تاریخی است. جامعه تا خاطره قوی تاریخی را که در آثار فرهنگی و علمی باستان محفوظ است از خود نکند، از خرد و ذکاوت گذشتگان بهره مند نشود، در تمام رشته‌های زندگی به دستاوردهای دلخواه نائل شده نمی‌تواند. آموختن تاریخ تنها برای دانستن گذشته نیست، بلکه آن برای امروز و شکوفایی فردای هر یک ملت و دولت ضرور است. یعنی ملت باید از گذشته خود خواه درخشان باشد، خواه تیره سبق بگیرد و دورنمای آینده‌اش را معین سازد. امروز مردم کشور با خودشناسی و برقرار کردن خاطره تاریخی خیش بیش از پیش نیاز دارند. ما با استفاده از سبق‌های تاریخ گذشته خود و با درک مسئولیت در نزد نسل‌های آینده باید به خاطر استقلالیت و وحدت کامل ملی کارهای بزرگی را انجام دهیم. بخش چهره‌های ماندگار در باب باباجان غفورov عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی در قسمت یکم فرزند فرزانه ملت در اینجا به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگر به ادامه روزگار، آثار و کارنامه باباجان غفورov تحت عنوان عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی شناس خواهیم کرد.